هموطنان عزیز سلام. البته ببخشید که ما در جای مناسب نیستم، امیدوارم که صدا به درستی بیاید. در مورد برگزاری لویجرگه قومی طالبان که توسط یک چند تن ملاهای شکم پرست و ریشسفیدان شکم پرست برگزار شد، گروهی که 35 میلیون نفر به گروگان گرفته و میخواهند توسط لویجرگه قومی تعیین سرنوشت برای 35 میلیون نفر بکنند. وقتی از مقامات طالبان سوال میشه از نفر دوم دولت عبدالسلام حنفی که آیا خانم ها یا زنان در این لویجرگه در این جلسه شرکت کرده میتونن یا نه، در جواب میگن نه، ما فرزندان آنها هستیم، اونا مادرای ما هستند، ما به نمایندگی از اونا در این جلسه شرکت میکنیم. گروهی که حقوق مادرایشان را پایمال کردن، صدای مادرایشان را خاموش ساختن، مادرایشان را از جامعه حذف کردن، میخواهند در این جلسه قومی یا نشست قومی تعیین سرنوشت برای مادرایشان، خواهرایشان و خانمایشان بکنند. البته که در مورد انفجار و درگیری در اطراف لویجرگه هم صحبت میکنم. پیش از او شما ببینید که مصرف پلاوچلاو هستند، شکم پرست هستند که نفر دوم یا اولی از این گروه میآید که ملا برادر باشد. اینا لقمه 1 کیلویی بالا میکنند، برای این رهبرشان بالا نمیشن. جالب اینجا است که کلگی نشسته شکم پرستان نان میخورن و ملا برادر میگه کینه دودای بخوره، بشینین بر نخیزین، غذایتان بخورین، خون مردم را بخورین که زهر جان شما شود. در طول 20 سال 140,000 نفر افغانستان را کشتند، مردم افغانستان را کشتند. امروز نشستن که ما تعیین سرنوشت میکنیم برای این مردم. ویدیو را شما ببینین، هیچ کس بالا نشده، ملا برادر میگه بشینین. السلام علیکم. بخیر سلام بخیر اوله. خدا پاک بخیر اوله. خدا ما عزت وکړي. کینی ګوره. جالب است دوستان عزیز که وقتی از شکم پرستا سوال میکنه که لویجرگه چطور بود، بجای از که بگوین که پلاو چلاو بسیار مزه‌دار بود، میگن بسیار یک لویجرگه خوب تشکیل شده بود، هیچ وقتی تا یک لویجرگه برگزار نشده بود. در واقع همیشه وقت تعریف لویجرگه از پلاو و نمو یک لونگی و یک چپن است. کسانی که در این لویجرگه شرکت میکنه به خاطر اون یک شکم نان است، پلاو خورا هستند و نمو یک لونگی و چپن است. یک چند تن از بی‌غیرت‌ها از طرف قوم تاجیک و ازبک و هزاره شرکت کرده بودند، پلاو خورا. و ناگفته نمانه که جلسه امروز به خاطر درگیری و چند انفجاری که در اطراف لویجرگه شده بود از طرف جبهه آزادگان، جبهه مقاومت آزادگان، این جلسه خاتمه یافت. ناگفته نمانه که چند تن پلاو خورا خود را خراب ساخته بودند به خاطر که هوای لویجرگه خراب شد. وقتی انفجار شد، درگیری شد، یک چند تا پلاو خور خود را خراب ساختند به خاطر بوی و فضای بد لویجرگه امروز تعطیل شد. ایرا بر همه دوستان بگوییم که اگر 10 بار هم از این لویجرگه تشکیل شود، مردم این لویجرگه را قبول نداره. خانم‌ها در این لویجرگه شرکت کرده نتونستند. اگر به 10 بار از این لویجرگه تشکیل شود، مردم این لویجرگه را قبول نداره. این لویجرگه تقامی و یک گروه است. جنایت‌هایی را که اینا در پنشیر، اندراب، تخار و بلخاب انجام دادن قابل بخشش نیست. به زودی بخیر کلی جنایت‌های طالبان برملا میشه. سازمانی است که دنبال از کار میکنه، پیش از میگرده. اگر به 10 بار از این لویجرگه تشکیل شود یا مشروعیت پیدا نمیکنه، همگی میفهمیم که کسانی که به طالبان میپیوستند از خارج میآیند به خاطر مالشان هستند که در افغانستان مانده و دنبال یک چوکی هستند. دزدای واقعی، خائنای واقعی امروز در افغانستان برمیگردند. در طول 20 سال جنگ کردند که ما علیه اشغال جنگ میکنیم، کسانی که کشور اشغال کردند. امروز آمریکا 55 میلیون دلار به خاطر که زمین لرزه در
پکتیکا شده بود کمک کردن. از ملا برادر گرفته تا حامد کرزیش از آمریکا تشکر کردن، در حالی که دیگه وقت میگن که اینا کشور است که جنگ را در افغانستان تعمیل کردن. 20 سال ما در مقابل از اینا جنگیدیم. 114,000 نفر مردم افغانستان را کشتیم به خاطر آمریکایی‌ها در افغانستان و اونا را شکست دادیم. وقتی کمکشان میرسه تشکری و بسیار برشان چکچک هم میشه. این چهره واقعی طالبان است، چهره واقعی گروپ است، قوم است. هیچ کس قبول نداره این لوجرگره. همین براتون پیام رساندیم. امیدوار هستم که جور صحتمند باشین. ما بعضی مصروفیت هایی که بود نتونستم در روز برنامه داشته باشم، اگرچند حادثات زیاد صورت گرفت در بلخاب. واقعا نسل کشی شده، مردم خانواده ها در کوه ها دشت ها به سر میبره و امروز شنیدیم که یک تن از جبهه مقاومت که در بادغیس بود خانم را در پیش اولادای طالبانی وحشی تروریست تیرباران کردند. این فرمانده از نیروهای اسماعیل خان بود که فعلا در ایران است، در جبهه مقاومت هم نیست، ولی اینا خانمش امروز تیرباران کردن در پیش فرزندانشون. این چهره واقعی طالبان است. اینا هرگز بخشیده نمیشه.